میارم. این مهمان یک آدم هم تایی بای پولدار بوده است مرده بوده. ابروز خونش میارم مهمان خیلی نمیشناسه این مهمان کیه مقصد چیه. وقتی مهمان میدرویه خانه ابروز ده دسترخوان پرتافتگی میگه اگون مهمان داشتی؟ میگه نه اگون مهمان نداشتم. دسترخوان پرتافتگی نه اینجا دایما که دسترخوان ما دویم که شده همین مهمان ها میامگی میخرن میرون. بعد میگه اکه بخشیشو خودت چی کاره ای؟ ابروز ها میپرسه. میگه برادر عزیز بیایی مسئله را مانیم یکان پیولا چای بگیر یکان چیزک بگیرین خیلی بگیر که خیلی آدم پولدار و مالدار همین دسترخوان که میبینن خیلی چیله میگه ما باید قطعی شناسشم کی باشد انشاءالله جای خوب یفتم. بعد با میپرسم میگه خیلی که مهمانی برادر عزیز خاطری سخنت ما یکان جا کار نمیکنم ما یک آدمی بیکارم لیکن همین یک مسئله قطعی دویم سر کار دارم همین کجایی ده که یک پولدار میبره زنشا میگیرم. کار ما بتاست همیه همین کجایی ده یک پولدار مو حرکت میکنم که زنی همرا من بگیرم. این هم تری میخرم میکرد طرف که همون میگه این خودش همین خیلی آدمی پولدار و مالدار و بسیار مقصد چیز. بعد نامی در این آدم هم ادرسش هم میدونیسته این داشت هست همین ادرس داشته هست نامی را میدونیسته است نامش را میگیره و میگه در همون یک منطقه کل یک نفر هست در نوبت در هست هم خیلی بود اگر الله نصیب کنه و ای دنیا بگذره مقصد لنگر همجا میپرتوید. این میشنوه و یکان گپک نمیگه و نان آوه خیلی خور بخور دیگه خدا دانا ایم بلند میشه و خانش میره بازو این همه وقت گوشت نمیخریده میگه حتی شکمبه میخریده شکمبه و پاچک نمی سوب نبار و همین چیزای مقصد ارزان میره و دو سه قده همین خریدی میکند که میبره خانش زنش ببینه حیران میشه میگه ای مرده این چی کاره چی اگون خواه دیدی این چیلیه میگه زنک من ای گپوتا در خونه در بیداریم دیدم در بیداریم دیدم اینجا مقصد اینجا اینا باز مقصد چیزی هست بیا بکنید کاری گیزیب شده لیکن هم خیلی قصه را در کتاب ها میارن که تا که همین آدم ها بیدار شوند که شیخ سعدی یک گپ دارد میگه کسی جمع کرد و گوشه بینهاد خودش مرد و زنش با دیگری داد. کسی جمع کرد میگه خیلی یک روزی هم زید دنیا میگذاری کو اگه خیلی خواهی نخواهی بای زنک شو کردنش در کاره شوکی کرد این زنک چیه مثال آخی در حال امود 4 تنگه که داشتگی شوهرش حتما قطعی مرده خورده میگرده دیگه او بیچاره در حساب این ماندگی در تنکش بیچاره حتی که جنونی یک شعر داره که نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال. یه مردک میگه تو 90 سال در این دنیا زندگی نمیتونی پیامبر گفته است که عمر امتی من بین 60 تا 70 تو تا 90 نمیره نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال نه نوشی جان کنی نه پوششی تن گذاری مال را بر شوهر زن و شوی زن بماند مخزنی تو با جان خود عجایب دشمنی تو. هم مردم میگه آخی تو چکن نه در تنر میپوشی نه در شکم